بلوچستان سکه مدنی سرزمینی ای جمعیت 35 میلیون نفر تخمین جنم مرا آمار دقیق نیسته بس مغربی بلوچستان نمیگه همه آماری که من سرانگشتی گفتگند بررسی کردند گواه کسانی که شناسنامه سجلش نیسته من جمع کردند نزدیک 5-6 میلیون نفر جمعیت بودند. سرزمینی که فقط مغربی بلوچستان نمیگه شما فقط بیچاره فقط هم یکی نمیگه اندازه عمانه چه بازی اروپایی کشوری که هنو هستن از این اقتصادم چای مستره بچه تمام دنیای دولت ببی حکومت ببی جوتار ما را مبی گرجستان 3 میلیون نفر 3 میلیون 700 هزار نفر جمعیت انتی آذربایجان همین کشوری که هست 10 میلیون نفر جمعیت انتی ارمنستان 3 میلیون نفره ترکمنستانی که هنو هم ده هسته بازم بلوچی هم رفته نشتگم 6 میلیون نفر جمعیت انتی تیمور شرقی کشوری 1 میلیون و 300 هزار نفر جمعیت انتی سنت کیتس 56 هزار نفر جمعیت 56 هزار نفر فقط 56 هزار نفر دومینیکای 72 هزار نفر جمعیت آیسلند این چوکی مزنین کشوری حالا جمعیتی هم کمه 376 هزار نفر گشته جمعیت نیسته مالدیو 380 هزار نفر جمعیت انتی ما بلوچ هم گوشی جمعیت کم میم بخاطر میشه ما دولت نشه اشتباهی هبری کشور که جمعیتش کمه در دنیای تها لحظه مساحت هم وسیع سک بازه ما جمعیت سک بازه ما بیش از 5 میلیون نفر در همین مغربی بلوچستان فقط همین حصه تهان 15 میلیون نفر ما را دست کم مغربی مشرقی بلوچستان تا فقط همه زمین نسرا هستی آن که رابطه سند و آدگ پاکن شو حساب بکنه یه بلوچانی که منطقه تا هستن چه 35 گشتره چه گوشی که بلوچ نتونی به خاطر شی که جمعیت کمه حکومت رو بگیری درستی کشوران که دنیای تو که هستن همین اروپایی کشوران 2 میلیون 3 4 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون جمعیت انتش چطور که کشور قدرتمندی تبدیل بشن کانادا 35 میلیون نفر جمعیت مثل بلوچستان جمعیت 30 سال کمی جمعیت انتهی مردم روان در کپان شدن ما را وقتی دولت لازم واقعیتش اینه که تمامی نسخه های غلطی که بر ما پیچه گاین راه به جایی نبرم برای چی که من مسئله حل ببم یک جوانی آهنگی وانتگی آی تو گوشته که آزاد بلوچستان بی گجر ربطه بازداشت بوده گجر چی ترسی گجر اولا ماری داشته فقر تها می سرزمین پهکین شهران تها همه پیسر من گوشته که لیاری سازی کنه گاین یعنی لیاری کنه گاین ما را جمعیت هاشی نشینی کنه گاین چون شیرآبادن چون مرادآبادن چون عباره چون دیگه جاگانه و وقت رشد کنه که شهرک کوتر ارکنه گاین و هم 10 میلیون جمعیت لوتی بیاری کلان بارت چین و روسیه قرارداد 25 ساله 20 ساله بندگان لوتی سرزمین مپ کامل چه پاچ بگیرید ما رو کامل نابود بکن و ما اساسی مشکلی که پای ما را هستشه که ما آزادی ملوته اگر آیی فکر کن اگر یه ملت ها آزادی خواهی چست ببین یه ملت بلوتی پدان یک بار دیگه چست ببین بوتی آزادی واسطه حرکت بکن ایشی سکین خطرناکی ملتی من نتونه ای کنترل بدم گره هردلکی آهنگی هم کوانک بی پا آزادی ما باید آی دیما بلیم هردلکی حرکتی بی حبری بی ما باید آی دیما بلیم در همین سالهای اخیر تا که جنبش ملی ما شما دیما شده آزادی خواهی بلوچستان تا رشد کنگاهی هویتی مسائل سک رشد کنگان بلوچستان تا به فضل شما جوانان مبارزات هنچوشان تورسته باشه کوچکترین اجازه ما دهید که بلوچه یا وقتی آزادی نامه بیارند ولی اگر شما علنی اجازه ندید ما دیواران تبدیل کنیم بود آزادی ما خیابانان تبدیل کنیم بودی آزادی جاگان ما اندرگراوند زمین چهره را می بودی حرکتان سازماندهی کنیم یا این زمین سرا شما را پهکنه چیست کنیم ما مانته به دوک دسته کنیم لط دسته کنیم ولی شما را یه سرزمینی تا اجازه ندهیم که ما را گشت سرکوب بکنید و حکومت بکنید میسرا مایی که لیاقتیم به مراتب چه شما گشتره ملک میوتیگه ما بلوچیم بلوچستان می سرزمینه شما یحتاجید ما را لوته ضعیف بکنی سرزمین تو که ما لوتیم ملت رشد بکنید دیما براته ما لوتیم ما را بهترین دانش ببی علم ببی بهترین لوگیم بهترین ماشینیم ببی
مالت آزاد ببین تو هویت مالت دین مذهب آزاد ببین مالت پاکین چیزا آزاد ببین ما نلوتش دسته چرا بنگشته آزادی مسترین لوتین که هنو بلوچستان تا هسته و دیمان رو بگاین به یه خاطر به سازماندهی مبارزات دیما براید یه فکر را شنگ بکنید عزیزان من درستی مردمی برسینید به میزان مردمی که تو دعوت ده ای کارت ها آیا چشی که حکومت منتظر به بیک پای مشکلات حل بکن چا نیمگی کشه آیا سوق ده حرکتی ده که آزادی و آجویی بلوچستان بلوٹیتیم تو حق سرایه و پا آزادی چند قدم دیما رو بگایم اما اگر بننده بگوشه که نه ما دسته کاری نبیتیم و کاری هم نکنیم یا آزادی گام دیم نرو یا روچی ما آزاد هم نبید تمامی ملتان دنیا تا اگر آن پوتی آزادی هنو رستگن گو 300,000 نفر جمعیت آن یک روچی هزینه داده پایا آن روچی جهد بوده مبارزش بوده وقتی مالش اشته وقتی جانش اشته وقتی یدش اشته وقتی فکرش اشته وقتی تمام وجودش اشته وقتی چوکش ویل کتگه مهاجرتش بوده حتی ضرورت بوده کوهن توکش بوده ولی پا آزادی تا آخرین لحظه جهدش بوده بدون هزینه ما نتونه بوده آزادی برسه این درسی که اولی مشق شب میشمه تمرینی بکنی هر شب تکراری بکنی آدین که دیما بوشته بی آزادی ها بی مبارزه آزادی نبی بی جهد ما دیم روی نبی و جهد چیه؟ جهد همیشه که شما اولین کاری کنی همین مسئله کتاب مسابقه سایه هایی که من نوشته شب مطالعه بکنی مسابقه سایه ها این فکر رو شنگ بکنید بعد گرون برسینید استدلالا مده یارک بود تگن اگر شما گوشید اشتباهی مردم ننده مناقشه که بحث کن با هم دیگه اما اگر شما زاند وانتی گندش درستی بچه درستین چیز نباید شنگ ببی بچه درستین چیز نباید به درستی مردم دست برسی بچه درستین چیز باید تمامی مردم فکر تبدیل مبی بچه تمامی مردم باید برای فکر درست و اصلا جهد و مبارزه نکنن کتاب بان شنگ بکنه در مسیر آزادی تو که گم همراه ببه